روحانی عبدالله قوتبیکوف معروف با نام مولوی عبدالله یزغلومی و برادرش عزتالله قوتبیکوف روز 8 ایون در منزل زیستشان در نویه سینای شهر دوشنبه بازداشت شدند. نزدیکان بازداشت شده ها و هم یک منبع نزدیک به مقامات دولتی روز 19 ایون این خبر را در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند. مولوی عبدالله زاده جماعت یزغلام نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده. نوارهای مویزه‌های پرحرارتش در شبکه‌های اجتماعی نشر میشد و هواداران زیاد داشت. قوتبیکوف برادر عبدالله قوتبیکوف به آزادی گفت صبح 8 ایون یک نفر به منزلشان آمده خود را پسر دلاور پهلوان یزغلامی معرفی کرده و گفت نسبت به مولوی شکایت ها رسیده است و مقامات تفتیشاتی میخواهند تحقیق کنند. پس از یک ساعت 4 نفر همراه پسر دلاور پهلوان آمدند. خود را معرفی نکرده گفتند که در نسبت مولوی و برادرش مقامات انتظامی ولایت مختار کوهستان بدخشان تفتیشات را آغاز کردند و هر دو را برای پرسش میبرند. بعد گفتند که هر دو به حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ارتباط داشتند. گفت از قوتبیکوف. به گفته قوتبیکوف مقامات مولوی عبدالله و برادر دیگرش عزتالله را دستگیر کرده خانه‌شان را کوفت و کوف کردند و یک تعداد کتاب‌های دینی و هم 80,000 دلار پول نقد را با خود بردند. او گفته است این مبلغ بزرگ پول سه ماشین کماز سیب است که برادرش از ونج آورده در دوشنبه فروخته است. نزدیکانشان درباره از طرف کدام مقامات دستگیر شدن و در کجا نگاه داشتن مولوی عبدالله یزغلامی و برادرش اظهار بیخبری کردند، ولی منبع آزادی گفته است که آنها را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت کردند. بازداشت این روحانی در حالی است که وقتهای آخر درباره اختلاف نظر بین روحانیان سنتگرا و ملاهای به اصطلاح نوبرآمد در یزغلام سر و صداهای زیاد به گوش میرسد، ولی معلوم نیست که آیا شکایت‌های نسبت مولوی که پسر دلاور پهلوان یزغلامی درباره‌اش صحبت میکرد با آن اختلاف نظرهای بین ملاهای نو و کهنه در یزغلام ربط دارد یا اینجا سر دیگری پنهان است. اکثر اهالی بدخشان پیرو رویه اسماعیلی مذهب شیعه میباشند، ولی اکثر اهالی سه ناحیه این ولایت مرغاب، درواز و ونج از جمله ساکنان یزغلام مثل اهالی باقی منطقه های تاجیکستان پیرو رویه حنفی مذهب سنی میباشند.